چی کنیم که مثبت بیاندیشیم؟ چی کنیم که ثروتمندانه بیاندیشیم و چی کنیم که کمال طلبانه و یا علم طلبانه و سلامت جویانه فکر کنیم تا با آنچه در زندگی میخواهیم برسیم و دنیای خود را زیبا سازیم. پاسخ چنین سوال در دنیای امروز که دنیای علم و تکنولوژی و دستاورد زیبای انسان است، پدیده است که در واقع یکی از دستاوردهای بشر در عصر 21 محسوب می شود و در این عصر بسیار آموزش های هستند که انسان را می توانند تغییر دهند، مسیر زندگی انسان را تغییر دهند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که در کانال یوتیوب خرد بهترین سخنرانی های افراد موفق را ترجمه و پیشکش شما عزیزان گردانیم و این یکی از سخنرانی های بنیادگذار فیسبوک مارک زوکربرگ است که ما آن را برای شما حالا پیشکش میکنیم و من باوری کامل دارم که شما از این سخنرانی زوکربرگ برای خود بسیار چیزهای خوب را حتما خواهید گرفت. دریافت هدف خود کافی نیست. وظیفه نسل ما ساختن جهان است که در آن همه حسی هدفمندی دارند. یکی از قصه های دوست داشته من این است که وقتی جان کندی به مرکز کیهانی ناسا تشریف آورد، او فراشی را دید که جاروب در دست از نزدش میگذشت و از او پرسید که چی کار میکند. فراش جواب داد: جناب پرزیدنت، من برای به ماه فرستادن آدم کمک میکنم. هدف این حسیان است که ما یک جزئی چیزی بزرگتر از خود هستیم. حسیان که جامعه به ما نیاز دارد و ما کار بهتری در پیش داریم که باید انجامش دهیم. هدف آن چیزی است که خوشبختی حقیقی را به وجود می آورد. این حسی هدفمندی در زمان ما مخصوصاً مهم است. وقتی که والدان ما مکتب را ختم می کردند، هدف را شغل انسان، معبدها و جامعه معین می کردند. اما امروز تکنولوژی و اتوماتیک کنونی بسیاری از شغلها را از بین می برند. عضویت در جمعیت ها کم شده ایستاده است. بسیاری آدمان خود را تنها و افسرده حس می کنند و کوشش می کنند خالگی تنهایی را پر کنند. من گرد جهان بسیار گشتم و در سفرهای خود با کودکانی که در مؤسسه‌های اصلاحاتی نابالغان نگه داشته می شوند و آنانی که گرفتار نشمندی هستند صحبت کردم. این کودکان به من می گفتند که حیاتشان می توانست دیگرگون باشد اگر آنها به کار مشغول می بودند، مثلا به یگان تحصیل علاوگی یا به یگان جای می رفتند. من کارگران زواد و فابریکه های را می شناسم که می دانند جای کار پیشینشان بر نمی گردد و حالا کوشش کرده ایستادند تا جای خود را دریابند. برای جامعه خود را در حال رشد نگاه داشتن نسل ما وظیفه جانی بر دوش دارد. باید نه تنها جایهای کاری نو سازیم، بلکه باید حسی هدفمندی نو را نیز ایجاد کنیم. آن شبه که فیسبوک را از حجره خوابگاه هم در هاروارد فعال کردم در یادم هست. آن شب همراه یک دوستم به پیتزاخانه ناچ رفته بودم. در یادم هست که با او گفته بودم از این که دانشجویان هاروارد را توسط فیسبوک به هم پیوستم هیجان زدم. اما روز نفر تمام جهان را به هم می پیوندد. جالب این است که من آن وقت حتی فکر هم کردن نمی توانستم آن نفر ما خواهیم بود. ما تنها کودکان کالج بودیم. ما درباره پیوستن آدمان توسط شبکه اجتماعی چیزی نمی دانستیم. شرکت های بزرگی تکنولوژی بودند که ذخیره و امکانات های زیادی داشتند. من تنها تخمین می کردم که یکی از این شرکت ها این کار را انجام می دهد. اما این اندیشه در تفکرمان روشن و واضح بود که آدمان می خواهند به هم پیوند داشته باشند، یعنی به شبکه پیوندگر نیاز داشتند. به همین خاطر ما در این سمت فعالیت خود را ادامه دادیم و آهسته آهسته به پیش می رفتیم. من می دانم که بسیاری از شما به این شبه قصه های خود را خواهید داشت. تغییرات باید انجام شود. در جهان که به نظرتان یک نفر انجامش خواهد داد، اما کسی دیگر این کار را نمی کند. این کار را شما می کنید. من این را در تجربه خویش درک کردم. ببینید که من هیچگاه امیدی سازمان دادن شرکتی نبودم.
من تنها میخواستم سهم در رشد جامعه داشته باشم و با مرور آن که همه این آدمان به ما میپیوستند، من تخمین میکردم که آنها نیز همین را میخواستند. برای همین من هیچگاه با آنها نگفتم که امید چیزی را سازمان دادن دارم. وقتی چند سال سپری گشت، بعضا شرکت‌های بزرگ میخواستند شرکتی ما را بخرند. من نمیخواستم آن را بفروشم. من میخواستم امکانات خود را برای پیوستن هرچی بیشتری آدمان به شبکه‌مان بسنجم. ما اولین تسمه خبرهای فیسبوک را میساختیم و چون این میاندیشیدم که اگر توانیم آن را به استفاده دهیم، آن طرز آموزش جهان را برای ما دیگر خواهد کرد. تقریبا هر نفر دیگر در شرکت میخواست آن را فروشد. به یگان حسی بلندی هدفمندی، این یک استارتاپی رویایی بود که عملی گشته بود. این شرکت ما را به دو دسته تقسیم کرد. بعد از یک بحث شدید مشاورم به من گفت که اگر امروز فیسبوک را نفروشم، برای تمام عمر از این تصمیمم پشیمان خواهم بود. از این سبب مناسبت‌های من با اعضای مأموریت شرکت آنچنان بد شده بود که در دوام 1 سال همه آنها شرکت را ترک کردند. این برایم وزنین ترین دوره رهبری فیسبوک بود. من به هدف کارمان باور داشتم، اما تنها بودم. بدتر از همه این خطاگی من بود. به خود فکر میکردم که شاید خطا کردم و خود را کسی میپندارم و نمایش میدهم که نیستم. یک کودک 22 ساله که نمیداند دنیا چطور کار میکند. حالا سالها سپری شدند و من میفهمم که دنیا آن طور کار میکند اگر هدفی بزرگ نداشته باشی. ایجاد این هدف به آن شکلی که همه ما را به هم به پیش میبرد، بستگی به خودی ما دارد. امروز من میخواهم پیرامون 3 راه ساختن جهان حرف زنم که در آن هر نفر حسی هدفمندی دارد. یکم، با راه یک جای روی کار گرفتن لایه‌های پرمعنی. دوم، توسط معین ساختن برابری، آن طوری که هر فرد جامعه آزادی رسیدن به هدف را دارد. و سوم، با واسطه ساختن جمعیتی که جهان را در بر گیرد. در اول بیایید بالای لایه اهمیت داری بزرگ کار کنیم. نسل ما باید مشکلی نابود شوی 10 میلیون جایهای کاری را که در نتیجه اتوماتیک به مانند اتومبیل‌های بی سرنشین به وجود می آید حل نماید. اما ما در یک جایگی امکان داریم که کارهای از این بزرگتر را نیز انجام دهیم. هر نسل کارهای را انجام می دهد که آن نسل را معرفی می نمایند. زیاد از 300,000 آدم مهنت کردند تا یک نفر را به ماه فرستند. میلیون ها ریزاکاران در همه گوشه و کنار دنیا امگذرانی کودکان را به ضد پولیومیلیت انجام دادند. میلیون ها آدمان دیگر نیروگاه آبی هاوور را بنیاد کردند و با مانند اینها لایه‌های بزرگی دیگری نیز به سامان رسانیده شدند. این لایه‌ها با آدمانی که آنها را انجام دادند نه تنها هدف، بلکه به تمامیت کشور حس افتخار بخشیدند که ما توانستیم این گونه کارهای بزرگ را انجام دهیم. حالا باشه نوبتی ما برای انجام دادن کارهای بزرگ رسیده است. میدانم شاید فکر کرده ایستادید که من نیروگاه ساخته یا میلیون ها نفر را برای کار متحد کرده نمیتوانم. اما گذارید برایتان یک سر را بگویم. هیچ کسی در آغاز این کارها را کرده نمیتواند. هیچ ایده به شکل پره به شما ظاهر نمی شود. تنها وقتی که شما بالای آنها کار را شروع میکنید، روشن‌تر و واضح میگردند. شما تنها کار را شروع کنید. اگر برای من فهمیدن آن که چگونه باید آدمان را به هم بپیوندی مهم می بود، من هیچگاه کار بالای فیسبوک را آغاز نمی کردم. این روند در فیلم و فرهنگ مردمی به طوری غلط تصویر شده است. ایده لحظه یگانه اوریکا یک دروغی خطرناک است. چون ما این لحظه ها را تجربه نکرده ایم، آن ما را وادار می کند که خود را نالایق احساس کنیم. این اندیشه آدمان را از شروع کردن کارهای بزرگ باز می دارد. میدانید باز چی را در فیلم ها غلط تصویر میکنند؟ کسی بالای شیشه رفزنه فرمولهای ریاضی را نمی نویسد. این گونه نیست. ایدئالیست بودن خوب است، اما برای آن که شما را میتوانند نادرست بفهمند آماده باشید.
هر نفری که با اندیشه های بزرگ کاری را شروع میکند از طرف دیگران دیوانه نامیده می شود، اگر حتی کارش در نهایت درست هم براید. هر نفری که برای حل مشکلی های بزرگ کار میکند گناهکار با آن می شود که مشکلی را درست نمی فهمد، حتی وقت دانستن پیشکی همه چیز ناممکن است. هر نفری تشبسکار برای فعالیتی با سرعتش انتقاد می شود، چون همیشه نفری یافت می شود که می خواهد سرعت کارتان را پایین آورد. ما اکثر وقت کارهای بزرگ را با آن خاطر نمی کنیم که از اشتباه کردن می ترسیم. واقعیت این است که هر کاری را ما امروز انجام می دهیم در آینده دوچار مشکلی خواهد شد. اما این نباید که ما را از شروع کردن کار باز دارد. پس چرا ما انتظاریم؟ حالا وقتی انجام کارهایی است که معرفیگری نسل ما خواهند بود. چرا ما پیش از آن که سیاره خود را خراب سازیم مشغول بازداشتن تغییریابی اقلیم نشویم؟ چرا برای این میلیون ها نفر را برای استحصال و وصل پنل های آفتابی جلب نسازیم؟ آید شفا بخشیدن همه بیماری ها چی میگوید؟ خواهش کردن رضاکاران که تغییرات در سلامتیشان را نظارت کنند و معلومات را آید این تغییرات برای حل این مشکلی ها تبادل کنند. امروز ما برای تبابت علامت های بیماری 50 مراتب بیشتر وقت صرف میکنیم نسبت به آن که در جستجوی شفای باشیم که نگذارد آدمان حتی بیمار شوند. این کار هیچ فایده ندارد. ما این را اصلاح کرده میتوانیم. چرا در دموکراتیا نفسازی ها انجام ندهیم که آدمان توانند توسط شبکه اینترنت رای دهند؟ چرا آموزش را انفرادی نکنیم که هر کس تواند بیاموزد؟ همه این هدفها در دایره اقتدار ما قرار دارند. بیایید آنها را به طوری انجام دهیم که برای هر یک فرد در جامعه نقشی معین دهند. بیایید کارهای بزرگ را انجام دهیم، نه تنها رواج بخشیم بلکه هدف سازی کنیم. همین طرح شروع کردن لایه‌های پر اهمیتی بزرگ اولین کاری است که ما میتوانیم برای ساختن جهانی که در آن همه حسی هدفمندی دارند انجام دهیم. دومین ایجاد برابری است که برای هر یک فرد جامعه آزادی می‌دهد تا در تلاش رسیدن به هدف‌های خویش باشند. والدان اکثری ما طول فعالیت خود جایهای کاری استوار داشتند. حالا باشد ناوابسته از آن که ما کاری را شروع میکنیم یا در کارهای موجوده نقش خود را میابیم، همه ما صاحب کاریم و این به نهایت خوب است. فرهنگ صاحب کاری ما سبب شده است که این قدر رواج و رونق یابیم. حالا وقت سنجیدن ایده های گوناگون آسان است. فرهنگ صاحب کاری نشأ و نما مییابد. فیسبوک اولین چیزی نبود که من ساختم. من اینچنین چند تا بازی، برنامه‌های معاشرت، واسطه‌های تحصیل و برنامه‌ها برای شنیدن موسیقی ساختم. من تنها نیستم. راولینگ پیش از آن که کتاب گری پیاتر را نشر کند 12 مراتب از نشریات جواب رد گرفته است. حتی بیانسی صدها سرود را ایجاد کرده است پیش از آن که سرودی حلا را آفرد. بزرگترین دستاوردها نتیجه آنند که آدمان آزادی برای اشتباه کردن دارند، اما امروز ما گرفتار سطح نابرابری دارایی هستیم که همه را رنج می‌دهد. وقتی آزادی روی دست گرفتن ایده و تبدیل آن به یک شرکتی بزرگ تاریخی را نداری، همه ما بای می‌دهیم. ما طور کافی کارها را برای آسان کردن سنجیدن ایده‌های خود انجام نمی‌دهیم. بیاید این را بپذیریم. در نظام ما غلطی هست وقتی من از اینجا رفته $10 میلیارد را کار میکنم و میلیون ها دانشجویان حتی نمیتوانند قرضهای خود را بپردازند، شروع کردن تجارت خود یک طرف است. ببینید، من بسیاری از صاحبکاران را میشناسم، اما من هیچ نفری را نمیدانم که در آغاز فعالیت تجارتی خویش با اندیشه آن که این تجارت شاید برایشان پولی کافی نآورد از شروع کردنش دست کشیده باشند. ولی خیلی نفرانی را میدانم که فکر میکردن نقشه احتیاطی ندارند و به همین خاطر دنبال آرزوهای خویش نرفتند. ما همه میدانیم که تنها با داشتن ایده و به شدت مهنت کردن موفق نمیشویم. ما اینچنین با خندیدن بختمان نیز میتوانیم موفق شویم.
اگر من به جای آن که برنامه نویسی کنم باید به عائله‌مان کمک میکردم تا رشد کند، اگر من نمیدانستم که در صورت کامیاب نگشتن فیسبوک زندگیم بد نخواهد بود، من حالا اینجا در روبروی شما ایستاده نمیتوانستم. راستی گپ همه ما میدانیم که چقدر بختیارمان بود. هر نسل تعریف خود را عایدی برابری وسیع‌تر می‌گرداند. نسل‌های قبلی برای حقوق شهروندی خیش از آن جمله برای حقوق رایدهی مبارزه بردند. آنها سازش نو و جامعه‌ای بزرگی داشتند. اکنون وقت ما فرا رسیده است تا سازشنامه اجتماعی نوی برای نسل خیش به تصویب برسانیم. ما باید جامعه داشته باشیم که در آن رشد نه تنها با چنک‌های اقتصادی به مانند مجموعه محصولات داخلی بها داده می شود، بلکه از روی تعداد نفرانی که نقش خود را دارند و در آن معنی می بینند بها داده می شود. ما باید ایده های را به مانند درآمد اساسی همگانی روی کار گیریم تا به هر فرد فضای بخطری برای تجربه کردن کارهای نو ایجاد کنیم. برای این چیز ما را ضرور می شود شغل خود را چندین بار عوض کنیم و برای این ما به پرورش دسترسی کودکان نیاز داریم. ما به دسترسی به سیستم تندرستی نیاز داریم که از جای کارمان وابسته نیست. همین ما اشتباه خواهیم کرد. برای همین ما به جامعه نیاز داریم که ما را محدود و داغدار نکند. و با مرور آن که تکنولوژی رشد میکنند، ما باید بیشتر بالای آموزشی منتظم طول تمامی حیات خیش تمرکز کنیم و البته برای همه دادن آزادی رسیدن به هدف بی پول نیست. آدمانی به مانند من باید خرجشان را بپردازند. بسیاری از شما نیز در آینده موفق می شوید و آن وقت شما نیز باید بپردازید. محض به همین خاطر من و پریسیلی فوندی خیریوی بنیاد کردیم برای ایجاد امکانات برابر به همه عملهای خیریوی انجام می دهد. اینها ارزش‌های نسلی ما هستند. ما هیچگاه عایدی باز کردن چنین یک فاند شبهه نداشتیم. تنها سوالی که جواب می‌خواست این بود که کی آن را بنیاد کنیم. نسل هزاره، یعنی نفرانی که آخری عصر 20 به دنیا آمده‌اند، الکی یکی از نسل‌های از همه بیشتر خیر کننده در تاریخ است. در یک سال از 4/3 نمایندگان این نسل خیریه کردند. اما گپ تنها درباره پول نمی رود. شما این چنین می توانید وقتی خود را برای این کار بخشید. من وعده می دهم که اگر شما در یک هفته 1 یا 2 ساعت خود را برای این بخشید، همین کافی است که دستی نفری را بگیرید تا برای عملی ساختن امکاناتش مددگارشان باشید. شاید فکر کنید که این خیلی وقت زیاد است. من از چون این فکر میکردم. وقتی پریسیلا دانشگاه هاروارد را ختم کرد، او معلم شد و پیش از آن که او به من با تعلیم مشغول شود، او به من گفت که من باید درس دهم. من راضی نشدم و گفتم که من خیلی سرکارم. من شرکت را رهبری میکنم. اما او در پیشنهادش استوار بود و من یک مدت از روی برنامه مکتبی میانه به محفل بچه و دختران محلی درس صاحب کاری میگفتم. من با آنها درس تجارت و تولید محصولات را میگذاشتم و آنها به من حس تبعیض نژادی و احساس آن را که یکی از نزدیکانت در محبس است میآموختند. من با آنها عایدی دوره مکتبیم نقل میکردم و آنها از امید و آرزوهایشان برای تحصیل در دانشگاه به من میگفتند. طول 5 سال آخر من هر ماه با آن کودکان یک بار یک جای خوراک شام میخورم. یکی از آنها در بیبی شاور ما پیش از تولد کودکمان نقش اساسی را بازیده بود و سال آینده آنها به دانشگاه می روند. همین ما می توانیم برای دست دیگران را گرفتن وقت جدا کنیم. بیایید به همه آزادی رسیدن به هدف را دهیم. نه فقط به خاطر آن که این کار درست است، بلکه به خاطر آن که وقتی هر نفر می تواند آرزوی خیش را به یک چیز بزرگ تبدیل دهد، برای همه فایده می آورد. هدف نه تنها برای انجام کار است. راه سیمی که ما را امکان می دهد برای همه احساسی هدفمندی ایجاد کنیم توسط بنیاد جامعه است. و وقتی نسل ما میگوید همه کس، ما همه آدمان جهان را در نظر داریم. در یک پرسشی از نمایندگان نسل هزار سوال کردند که چه چیزی هویت ما را معین می سازد. جوابی اکثری پرسش شدگان شهروندی دین یا ملت نبود. اکثری آنها جواب دادند که هویت ما را
شهروند جهان بودن معین می سازد. این خیلی مهم است. هر نسل دایره نفرانی را که یکی از خودشان می شمارند وسیع می گرداند. برای ما این دایره امروز کل جهان را در بر می گیرد. ما می فهمیم که کمان بزرگ تاریخ انسانیت طرف آدمان قد می خورد که با تعداد زیاد به هم می آیند تا قبیله ها را با شهرها تبدیل دهند و شهرها را به کشورها تا تواند کارهای بزرگی را اجرا کنند که به تنهایی نمی توان انجام داد. ما درک میکنیم که بزرگترین امکانات ما حالا مقیاس جهانی دارند. ما میتوانیم نسلی باشیم که گرسنگی را از بین میبرد و بیماری ها را نابود میسازد. ما اینچنین میفهمیم که بزرگترین مشکلات ما جلب تمام جهان را میطلبد. هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی بر ضد تغییریابی اقلیم مبارزه برد یا از پاندمی یا پیشگیری نماید. برای رواج و رونق یافتن ما را ضرور است تا متحد شویم، نه فقط در شکل شهر و کشورها بلکه در شکل جامعه جهانی. اما ما در یک زمانی نااستوار زندگی میکنیم. در هر گوشه و کنار دنیا آدمانی هستند که از روند جهانی شوی قفا ماندند. اگر زندگی خودمان خوب نباشد، غمخواری نسبت آدمان دیگر مکان مشکل است. بنابراین فشاری است که ما را مقابل متحد شوی تعلیم می‌دهد. این مبارزه دوره ماست، مبارزه آزادی، درهای باز و جامعه جهانی مقابل قوه‌های اتوریتاریسم، ایزولیاسیونیسم و ملت‌گرایی، مبارزه قوه‌های جریان آزادی دانش، سودا و مهاجرت بر ضد آن قوه‌هایی که برایشان مانع می‌گذارند. این محاربه دولت‌ها نیست که محاربه ایده هاست. در هر کشور نفرانی هستند که طرفدار پیوستن جامعه جهانی هستند و آنهایی که مقابل آنند. این مشکلی توسط تصمیم آن نیز حل نمی شود. این مشکلی در سطح محلی حل خود را می یابد. وقتی ما به تعداد کافی حسی هدفمندی و استواری را در حیات خویش میکنیم، می توانیم آغوش خود را به همه باز کنیم و به آنها کمک رسانیم. بهترین راه رسیدن به این هدف توسط خودی حاضر آغاز کردن بنیاد جامعه های محلی است. همین ما از جامعه های خود معنی حیات میگیریم. چه این جامعه ها خانه های ما یا دسته های ورزشی باشند و چه معبد و دستگاه موسیقی. آنها با ما احساس آن را میدهند که ما حس از یک چیزی بزرگتری هستیم و این که ما تنها نیستیم. آنها با ما نیروی میدهند که امکانات خود را وسیع سازیم. برای همین خیلی نگران کننده است که طول 10 ساله های اخیر عضویت در هر نوع دسته ها و یا گروه ها به اندازه 25% کاهش یافته است. این تعدادی خیلی زیادی آدمان است که حالا نیاز به دریافت هدف در جای دیگری دارند. اما من میدانم که ما میتوانیم جامعه های خود را بازسازی کنیم و جامعه های نو بنیاد کنیم، چون اکثری شما الکی مشغول این کارید. من با اگنی ایگوی صحبت داشتم که یک جای با شما تحصیل در این بارگاه معرفت را ختم میکند. گوجای اگنی او دوران کودکیش را در نزاع‌های اوگاندا پسی سر کرده. امروز هزارها نفر را تعلیم حقوقی میدهد تا جامعه ها در امن باشند. من با کایلا اوکلی و نیها جین نیز صحبت کردم که امروز خط کننده هستند. از جای خود خیزید. کایلا و نیها یک سازمان غیر تجارتی را تأسیس دادند. این سازمان آدمانی را که از بیماری ها اذیت میکشند با اعضای دیگری جامعه که خواهشمند کمک کردن آنها هستند میپیوندد. قصه من محض درباره همین است. دانشجویان در حجره های خوابگاه که هر کدام یک جامعه را به هم میپیوندد و همچنین ادامه میدهند تا روز تمام جهان را به هم بپیوندند. تغییرات از کوچک و سطح محلی شروع میشوند. حتی تغییرات جهانی از تغییرات کوچک شروع میشوند. توسط نفرانی به مانند ما. برای نسل ما مبارزه بهر پیوستن بیشتری آدمان برای رسیدن به هدفهای بزرگترین خود از قابلیت ما برای بنیاد جامعه ها و ساختن جهانی که در آن هر نفر حسی هدفمندی دارد وابسته است.
خط کنندگان سال 2017 شما وارد جهان می شود که نیاز به هدف دارد. ساختن این هدف بستگی به شما دارد. حالا شما شاید فکر میکنید که آیا من واقعا می توانم این کار را انجام دهم؟ در خاطر دارید من درباره درس دادن کودکان در محفلی بچه و دختران محلی نقل کردم. یک روز بعد از درس من با آنها برای تحصیل در دانشگاه صحبت میکردم و یکی از پیش صفترین طلبه هایم دست خود را بالا کرد و گفت که مطمئن نیست که میتواند در دانشگاه تحصیل کند، چون از عائله مهاجر است و حجت های شخصیت را ندارد. او نمیدانست که آیا به او اجازه میدهند که در دانشگاه تحصیل کند. سال گذشته من او را در روزی زادروزش به نهاری دعوت کردم. من میخواستم برایش تحفه بگیرم. برای همین از او پرسیدم که چی میخواهد. او درباره دانشجویانی که اذیت میکشیدند نقل کرد و گفت میدانی من از داشتن کتاب عاید به عدالت اجتماعی خیلی خوشحال خواهم شد. دلم از شنیدن این سخنان آب شد. در روبرویم بچه جوانی بود که همه سبب‌ها را برای خودخواه و کینه‌گر بودن داشت. او نمیدانست که آیا کشوری که آن را خانه خود می‌داند و یگانه کشوری است که در آن زندگی کرده است آرزویش را برای تحصیل در دانشگاه رد خواهد کرد یا نه. اما او برای خود غمگین و متاسف نبود. او درباره خود حتی فکر نمی‌کرد. او حسی هدفمندی بزرگتری دارد و او نیت دارد پهلوی نیازمندان دیگر را بگیرد و دستی یاری برایشان دراز نماید. این قصه بازگو کننده وضعیت امروزه است و من نمیخوام نام او را بگیرم تا خفه برایش ایجاد نسازم. ولی اگر یک خواننده مکتبی میانه که نمیداند در آینده او را چی انتظار است حصه خود را برای به پیش بردن جهان گذارد، پس ما در نزد این جهان قرض داریم تا قسمت خود را انجام دهیم. ما که حالا در نزد معبد مموریال ایستادیم، دعای می شبیرخ به یادم میرسد که آن را هر باره که به مشکلی دچار میشوم و وقتی دخترم را خواب میکنم به او میسرایم. پیش از آن که شما برای آخرین بار از دروازه های این بارگاه معرفت بیرون می روید، من این دعا را می خواهم به شما گویم. بگذار منبع نیرو که گذشتگان ما را برکت داد ما را کمک کند تا در خود برای پربرکت گرداندن حیات خویش شجاعت پیدا کنیم. امیدوارم شما شجاعت را برای رنگین کردن حیاتتان پیدا می کنید.